شبوشا چرا خاله که برای من آورده بودین قالش اینقدر واکشیده بود، اونقدر گشاد بود که صدای شلپ شلپ میداد. کی کردتش؟ امپراتور. باور بفرمایید من فقط کمی لسیدمش. اگه اون در ماسته که برسی شغال، بعدش هم بالشتن که اونجوری شبیه لوله چاموتور نمیشه. راستشو بگین مزقا کی گیدش؟ سرور ما چطور جرأت میکنیم؟ ما فقط در نهایت قرکی برداشتیم. قربان من حتی قرکی هم بر نداشتم. من اونجا فقط رفتم یک کمی بویش کشیدم. مگه تو کوچوکی که بوی میکشی شبوش؟ اگه شما نگیدنش پس چرا من رفتم لای پاشو نوازش کنم دستم آب کمری شد. پدر جان شما کس میبینید نوازشش میکنید، اما تا حالا اصلا دست نوازش به سر من کشیدید؟ آره کشیدم وقتی تو تخمان بودی. راستی ننه تصادی شب خیلی تنگ شده بودی یا چیکار کرده بودی؟ امپراتور اگه الان همه مردم بویا هم بیان قالم و بر هم بکشن تنگ نمیشه. دیشب تیر توتو کسم دلار شده بود.